بعد تعيين السيد احمد مرعي سليم رئيسا للاتحاد السوري للانشطه میزنم بره، ولی اگه بار بعد اینو نگاه کردی یه دونه پشت دست می‌خوری. واقعا هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روز اینجوری تبلیغ کوه بکنم. دوستای گلم، من لیلی هستم. خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. لیلی کرده خیلی خوشحالم از اینکه عشقایی مثل شما واسه من کامنت میذاره، انقدر به من عشق میدین. اولین بار که لیلی رو میبینید لطفا من رو تو چند تلگرام و اینستاگرام و همینطور توی یوتیوب ساب داشته باش که واسه افتخارم هست. این چند تا کامنت خوشگلتون رو بخونید. آقای 300 نوشته مو قشنگ، وای مرسی ازت، متشکرم. اردوان مرسی نوشته سلام آبجو لیلی کرده، درود به شما. آقای علیرضا عزیز مرسی از این قلبای خوشگلت و همینطور آقای این همه قلب مرسی. چه تگ خوشگلی هم نوشته لیلی عشق دلی. او مرسی، شما خودتون تگ به تگتون عشقین. و یک نفر دیگه که اولین کامنت رو اینجا برای من گذاشته، وای مرسی آقای سعیده. مرسی از همتون، مرسی واقعا هیچی ندارم بگم از این همه عشقی که به لیلی دارین. فیلم معطلی قراره بریم بتره کنیم، پس بزن بریم به سرعت برق و باد. I wasn't looking at nobody. Like, you really tripping, bro. Bro, what you talking about? Bro, like, what the fuck? Bro, what the fuck, bro? Like, it's always the same drama with you. I can't even go out in public. اینا همه چرا اصلا کلا آفریقایی‌ها بچه‌ها، کسایی که حتما رفتین دیدین خیلیاتون، کلا نژادشون یه جوریه که باستنشون یه فرم خاصی داره. یعنی مثلا خیلی به دل نمیشینه ولی خب گنده است. بعد همشون هم بلا استثنا همینن ها. اصلا فکر نکنین اینا باستن گنده‌هان که ریختن توی مثلا اونا بیان ایران، مثلا ایران دیگه اصلا میپاشه. این سردوش هم دیگه درست کار نمیکنه، خراب شده، باید عوضش کنم. والا ما کاری به سردوش نداریم ولی یه نقطه‌ای روی سرجوش، مالات سرجوشی روی سردوش ما دیدیم. من یه اشتباه نگم، شما دیدین؟ خدای دیدین بار اول؟ اصلا از من بعید بود که بار اول بتونم این نکته سکسی رو ببینم. آخه این چیه لعنتی؟ خب اصلا نمیشه بریزی بیرون راحت. کلا دلش میخواد بریزه بیرون. بعد فردا همین میاد میگه من اصلا هیچ وقت نمیخواستم، من اینجوریم و من اونجوریم و به خودم مربوطه، من هیچ وقت کار بدی نکردم. شما این باستن رو اینجا ببین، این قسمت هایی که اینجا همه حالت لپیه، لپش داره آویزون میشه، یعنی لپ خوبی نیست، میدونین لپش نامرغوبه. دکتری که واسه ژل زده اینو همینجوری اومده فقط زده، مثلا 5 میلیون 10 میلیون گرفته زده. من اینجوری احساس می‌کنم چون خیلی بد زن یارو عمل میکنه، میگی واو قشنگه، ولی خیلی ترکیده است، بشین سر جات، انقدر باد داره اگه بزنی بهش سوراخ شده. این آقا دیروز رفته پیش دوستاش، بعد به من پیام داده که لطفاً عکستو برام بفرست. تعجب کردم، گفتم نیاز داری عکسمو؟ بعد نوشته که نه داریم برق بازی می‌کنیم، ملکه رو گم کردم. یعنی صد تا آیفون می‌ارزید این حرفش. به خدا انقدر ذوق کردم اینجوری زبون خرج خانومات می‌کنی. مرد پرحاشیه رو ببین، از اون ور داره میخنده، اینجوری مرده خنده. چرا؟ چون می‌خواد عکسشو واسه یکی دیگه بفرسته، یعنی به یکی دیگه بگه عکستو بفرست، بعد یهو دیده بزنش. بعد ملکه مگه من نبودم این وسط ها؟ الان ملکه شد اون دلاشی دوکاه رمدار، پیرمرد پرحاشیه پرومکس 1 ترابایت هارد داره بوگندو. من آدم شده بزنم، بیا تو بزن، امروز فقط میخوام بزنم. اصلا که من نمیاد، یعنی اصلا حوصله‌اش ندارم. قبلا اینا عروسی که میگرفتن، یه سریا رو میگم انقدر براشون مهم بود که مثلا کسی عکساشون نبینه، کسی فیلم برداری نکنه و اینا. خیلی برام جالبه که الان از صدای ویندوز بود، خیلی الان برام جالبه که از اونجا به این نقطه رسیدیم که شما بگین پود میریزی توت، بعد این ویدیو رو اشتراک میذاری. ببین من واقعا 1000 بار گفتم من اینا رو فقط برای طنز میگم و برای شوخیه و اصلا مذهبی نیستم، ولی دیگه خدایی این دیگه خیلی زیاده رویه، یعنی واقعا یه تون برمس خیلی خوب میخواد و فقط توی خارجی ها دیدین این اتفاق میفته، حتی اونا هم هیت میگیرن. به این کامنتاشون رو ببینین که مثلا این چه کاری مثلا باید شخصی باشه. أخبار عاجلة بعد تعيين السيد أحمد مرعي سليم رئيسا للاتحاد السوري للأنشطة الرياضية. تم تحطيم الأرقام القياسية في رياضة الجري السريع، ويذكر أن العدائي ما
داری به چی نگاه میکنی؟ داری چی رو گوش میدی؟ نه که چیز عربیت هم خیلی فوله وایسادی داری اینو نگاه میکنی بی تربیت. کجا اینو نگاه میکنی؟ اصلا نگاه کردنیه. میزنم بره، ولی اگه بار بعدی اینو نگاه کردی یه دو پشت دست بخوری بیا دارم امروز همه رو میزنم، خودیارم میزنم. چی فکر کردی راجع به من؟ من از اون دختراش نیستم. اگه هم اینجا به خاطر اصرار تو بوده. خدا رو شکر میکنم همون کسی که میخواستم گیرم اومد. من تو این سن تا حالا نتونستم به کسی اعتماد کنم که ای توف دروغ. تو تا این سن نتونستی یکی رو پیدا کنی، چون خودت جلف بودی و مریض بودی، مریض جنسی بودی، عقب مونده ذهنی. من باهاش ازدواج کنم. خواستم امتحانت کنم. همین دوست داری امر مادرم میام خواست. تو رو خدا بیا اینجا، بیا من نشونت میدم دخترا چطورین. به قرآن بیا بیشور رو نگاه کن، بی لیاقت. و فکر کرده نگاه کن، این فکر کرده اگه مثلا دستشو میذاشت رو پای دختر، اگه میگفت اوه جون دختر بدی، حالا من نمیگم بد یا خوب اصلا کار ندارم، ولی تو معیار ازدواجت اینه، خاک تو اون سره. بعد یهو مثلا جا خوردی و یادت رفت اصلا میخوای چی بگی، گفتی بابا بذار جمعش کن. آقا چرا انقدر توی کامنت ها حسودی میکنید؟ چرا وقتی یه نفر همیشه متفاوت تر از بقیه است انقدر مورد انتقاد قرار میدین؟ من کنار سلطان بازوی ایران ایستادم. این آقا تو رو خدا صندل نپوشین، تو رو خدا به قرآن قشنگ نیست، ریدم تو صندلت. کاملا نچرال و طبیعی، تو عمرش هم رنگ استروئید و دارو رو ندیده. تموم کنین این بازی کثیف و خدا وکیلی. این قلمبه های ایرانو کی برداشته آورده اینجا؟ چرا به اینو چیزی میگی ناراحت میشن؟ من نمیدونم، اینا ما رو اسکل احمق یه چیز. خب زدی دیگه آمپول، کاش هموار میزدی، یه تیکه از بالا زدی یه تیکه از پایین هم همون اندازه زدی. بابا این باید بزرگتر باشه دیگه. من که نمیزنم اینو میدونم، آمپولو میگم نمیزنم، دکتر نیستم، ولی میدونم این بالا باید بیشتر بود. قناس بودید بالا. هرچی خوشگلا داره همه رو تنها داری، هرچی خوشگلا داره همه رو تنها داری. یا تو دست توی دست ای گل بیخواب از بون تو مستم. یا بچه ها رقص من که رقص عقب مونده های رقص جانبازانه، نشسته دارم میرقص، ولی این پهلوان جمیله چرا این کارا رو میکنه؟ پهلوان جمیله بگیر بشین بابا، شیکمت از سیبیلت خجالت نمیکشی؟ شیکمت خجالت بکش. یه نفر بود شد 2 نفر. اونو نگاه انگار کشتیاش غرق شده. چقدر شبیه چالی چاپلینه. به این میگن تولید محتوای سریع. ببین ما اینجا پاره میشیم، خودمون رو پاره میکنیم یه محتوا تولید کنیم، این میاد میشینه لب صخره. اصلا این زندگی رو برده. بیا به منم یاد بده چیکار کنم عزیزم. صدام تو حنجره شد بازد از سینا. بعد حاجی تو زنی بچه هیچ چیزی نداری به این نکن. ورانکارد بیارید منو روش بذارید که من خورد و خمیرم همین الان میمیرم. First, fart-powered underwear tool charger from Rigid. Boxer brief fit, built-in methane turbine, and a docking port for any 18-volt pack. Slide the battery in back here, and the turbine starts collecting. بچه این میدونی چی بود؟ باتری هستش که ببخشید عذر میخوام با فارت با باد عقب این شارژ میشه. کی حاضر این دستگاه رو بخره؟ بچه‌ها ماه دیگه با ریحانه و یکی از دوستام ساره باغ گرفتیم، میخوایم بریم کردان. تو ریحانه غلط کردی با خود ساره. من به مامانم اونا زنگ زدم میگم گوه زیادی دارم میخورم. چرت صدایش بس کن، اراجیف تو بس کن. خواهشاً شر براتو بلند شو بسطو جمع کن، برو گم شو یه چیز دیگه پنگ کن. یعنی در این حد هماهنگه، انقدر این مامان بیچاره رو اذیت کرده که دیگه تمام دیالوگاشو از بر حفظه. من نمیدونم چرا حس میکنم با مامانش هم نظرم. این سینوس هم سینوزیته؟ نه یه چیز دیگه هست، این ریاضیه. دستتو بردار. اینو مطمئن درست نوشتی؟ آره چرا؟ این دوستت این کی گزینه رو زد؟ نه اون درسش خوب نیست. زرنگتون کیه؟ اون جلو نشسته. چی شد؟ جواب نداده بود اصلا اینو. اون که آسون بود. خانم خودشون نمیاد؟ اگه نیومده دیگه نمیاد. نه برگرد یه لحظه. یادش بخیر. بگیر. این سوال به نظرتون کدوم گزینه است؟ این سوال من نمیدونم، این درس من نیست. آره میدونم، میگم حالا شاید این درست باشه. نه اینو مطمئنم نیست. نمیدونم، گفتم این درس من نیست. هرچی معلمتون گفته همونه. درست. دیگه کافیه صحبت نکن. این
نقش تو خوب بازی کردی. من واقعا یاد اون موقع افتادم چقدر حال و هوامون خوب بود، چقدر دلمون شاد بود. اصلا ما بچه‌ها کلا عصبی نبودیم. الان بچه‌های 1-2 ساله عصبی ان. مگه داریم؟ مگه میشه؟ بعد بچه‌ها یه سوال، قسمت آقایون یعنی پسرونا هم همینطوری بودن؟ خیلی برام کنجکاوه، یعنی برام کنجکاویه که بدونم که آیا برای پسرها هم همین شکل بود یا نه. من واقعا برای من که اینطوری بود، ولی یه مقدار بیشتر. مثلا منو خیلی میگشتن به خاطر تقلب. من اصلا خیلی درسخون بودم ولی قیافم خیلی مثلا چیز نشون میداد، اینجوری نشون میداد که مثلا خیلی تنبل کلاسم یا مثلا درسخون نیستم، ولی خیلی درسخون بودم. چرا؟ فقط یک بار توی دانشگاه من تقلب کردم، آره اونو یادم. و نوع تقلبم اینجوری بود که باورتون نمیشه، نمیدونم الان چجوری تقلب میکنن، ولی اون موقع‌ها من وقتی تقلب میکردم، یعنی یک بار که تقلب کردم روی شلوارم، روی رون شلوارم کلا اون چیزایی که میخواستم اون نوشته بودم، راحت ریلکس. بعد رفتم سر ارتباطم، مانتوام بلند بود، بعد اینو اینجوری میزدم بالا، همه رو میدیدم دوره الگوریتم. من آیتی خوندم، قربان شما، من مهندس آیتی هستم، فدای شما. بعدن ببین اینو اصلا ولش کن، امانت دست این خانوما که چقدر حسودن. همین این باعث قطع ارتباط کلی از رفاقتاتونه. ببین اگه تو هم میخوای حسودای دورتو بشناسی، پاشو بیا فیلر بادی بزن، رفیقای حسودات خودشونو نشون میدن. واقعا هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روز اینجوری تبلیغ کوهو بکنم. خیلی دیگه دارن تبلیغشو میکنن. دوستایگانم مرسی که تا اینجای برنامه با من همراه بودین. خیلی دوستتون دارم، میدونین که چقدر عاشقتونم، واقعا خیلی دوستتون دارم. مرسی از محبتتون، مرسی از عشقتون. منو ساب کن تو چند تلگرام و اینستاگرامم باش، خیلی دوستتون دارم. تا برنامه دیگه، بدرود.